اسلام چی معنا دارد؟ اسلام معناش همین است که در همه امرهای قرآن و سنتهای پیغمبر تسلیم شدن، این اسلام است. اسلام معناش این است که به هیچ کس ضرر نرسان و از هیچ کس ضرر نبین. این اسلام ما و شما چنان دینی هست که در داخلش همه رحم و انصاف جایگیر است. این بهترین دین در روی دنیاست و بهترین دین از جهت آن است که ما و شما در آخرت از حساب همین دین اسلام در نزد خدا چکار میکنیم؟ نجات میابیم. زیرا خدا خود میگه این الدین عند الله الاسلام، و درستی این که دین در نزد من اسلام است. همین اسلام ببین